اگر ما حاضر بشینیم در جلسات در صحبت‌ها یکدیگر را گناهکار کنیم که ما فراموش نکردیم فلانی فراموش نکرده است، هر یک شهروند کردستان داغ دارد، داغ در دلش است، یکی فرزندش، یکی پدرش، یکی گرسنگی کشید، یکی مهاجرت دید، یکی افغانستان رفت، یکی از تیر دشمنان ملت کشته شد، خارجی‌ها کشته شد. اگر شما با همین منطق روید در هر کجای گپ زنید، باور کنید یک بدخشانی، یک کراتگیری، یک شغلی اگر بشیند قصه کند اشکال چپ می‌ریزد. و شما در نظر بگیرید مشاهده خطر دیگه که دیگه را مستقی دارن کدوتر میگیرید من برای پریزیدنت شما شدن قوه دادن نمیتونم، چون که جناب عالی گفته بود چی سخنی گفته بود همشه در عمل تصدیق کرد و خودتون اشتراک شدید که ما همیشه میکنیم. و یک چیزی دیگر درباره خدا رحمتش کنه رفت نشم جراحت از نگاه اسلام همین درسته که رفت نشد شما اسلام و این گفته بود که در یک واقعی در سرگم که کوچیره که شما با هوا میزنید و اسمین الله اکبر و اونجا ملائکه ها بوده در سینه گرابه ها میزنید و همین همش دلیل تاریخی هست تاریخی است پایش نکرمان جب دارد همه دلیلات و بکدار دیده او ایشون تجریبی مردم کلوب بکنید و چی؟ باید این تیرانستای بکنن و نام اسلام بکنن و این زنهای را میبینی که قتل کردگن و کارهای اسلام دستگاه و شما چی خدمت بکنید که نه در رسانه‌های خبری نه در تلویزیون من ندیدم مخصوصا باید نظر و کمی گفته باشد یک جوانای مردمی کلاب مخصوصا در هم درکت ایسی مردمی خطار بیرون دادن مسلمان زمینه مسلمان هم میگیرن درکت هم میگیرن این هم بودید ما تعلیم کنید این اینهای شخصی من تعلیم کردم سخنهای شما را تعلیم کردم تعلیم یاد هستم و یکان کتا دعا جنرسن که تو برسولی رفت کرد از حق اگر خواستم آنها از روی بر بگردم و خدمت آن وقتی هستم برای ملت دولتم منم جانم میدیم نوازی این مرد کردیز در آمد مرد تولیفون هست من نجد در یکان برسونه‌های برمای تلویزیونی که شما علیه جهاد رفتنی نمی جوانان برآمد کرده باشید آنها رو برگردن بعد این و همین سوال سوالی که من پشت بودم کنسیل جواب سلامت باشید. باید نسبت فکر دیگر با احترام باشید. این شهروند کردستان است، ساکن کلاب است، فکرش نگفتن. ما باید با دقت گوش کنیم و جواب بدیم. دوست عزیز شما این پیشنهاد برای رئیس کمیته تلویزیون رادیو کنید دیگه که با محیدین کبیری اجازه بده در یک سال یک بار اقلا گپ زند که دیدی رفتنی بچه‌های توزیع با جهاد با سوریه گپ زنند. یک فکر نشنیدم که در تلویزیون کردستان یک مراسم گفته باشه. منم خودم در تلویزیون کردستان هم که 10 سال است که راه نیفتم. فقط همین دو روز از روی قانون چون دیگر علاج نیست و ما همچون رئیس حزب اجازه داده شد که برآمد حزبی را برنامه حزبی را معرفی کنیم که دیگه هم حزب میکنن. اگر جمهوری تاجیکستان تلویزیون با ما اجازه میداد که اقلا همچون وکیل همچون رئیس حزب من شما همچون شهروند درخواست کنید که محترم رئیس تلویزیون و حزبای سیاسی تلویزیون اجازه بگیرد که اقلا 5 دقیقه گپ زنن موقعشون رو مردم شنود. ما طرفدار نیستیم، حتما میگه که مردم نروید، ولی در هر صحبت در هر ملاقات در هر جایی که امکانیت داریم با مردم صحبت کنیم حرفا رو گفته شدیم. اگر در تلویزیون امکانیت میگفتیم در تلویزیون میگفتیم، در رادیو میگفتیم در رادیو میگفتیم، در این ملاقات که امکانیت داریم حاضر گفتیم که نروید. این رهبری از فتنه است. شما درخواست کنید با ما اجازه بدید ان شاء الله ما این حرفا رو میگم. مرحمت دارید.
ببینید در 17 دقیقه من فقط امروز چیزی گپ زدم. ما حاضر اون 20 دقیقه مونده سوال برید تو تشکیل کسی اونم رکلام است. اما یک چیز است حالا بگم. یاد از اون احساس کردم. باز وقتی شما گپ زده من احساس کردم که تالار همین حرف شما رو خوب قبول نکرد. من همین احساس کردم. برای چی میگم؟ برای آنکه از گفته‌های شما کمی بوی کینه می آمد. ملت سعودی همین علاقه چیز دارم. من برای چی در اول صحبتم گفتم که سلامت باشه. سلامت باشه. من یک چیز دوست عزیز من که مراتبه شد سخنم میبره ولی ما با احترام گوش میکنیم. هر کسی دعوا میکنه که من حقیقت را گفته شدم این البته دعوای خداگیر کرد. این شرک است. حقیقت فقط خداوند میداند. هر کدام ما حقیقت‌های خصوصی خودمون داریم. همون میدونه که شما میگید که حقیقت را گفته شدن این کس من اینها هر کدام یک حقیقت خود را داریم. اون چیزی که شما میگید حتما درست است از نگاه شما. ولی من یک چیز دیگر شما را میگم. اولین قربانی جنگ شهروندی ما میگیم که از کلابی است. و کدام کلابی؟ کلابی که خدا رحمتی تنگه کرد با رستم عبدالرحیم از میدان شهیدان برای اون جنگ نشود آورد در کلاب در ماشین شخصی رسان. خدا رحمتی کی بود؟ محمد لایی قربان عزیز محمد لایی کم بود بچه کلابی بود محمد لایی آورد در همین جا که همین بچه کلاب بیارم زنده در کلاب برسن آورد در ماشین خود از کلاب زنده نگشت آورد سپاریدون زنده آورد ولی نگشت. اولی قربانی اولی فتنه بچه کلابی کشید. این هم حقیقت است. این هم وقتی که گفته میشه باید گفته شود. سمالیات ها و تنک ها پوزیشن نداشت. مردم از دارن قشلاق ها را به خود یکسان کردن. اینا کلابی نکرد. ولی کی آورد این را؟ بالای ملت سعودی. این هم یک حقیقت است. چرا من در اول صحبت هم گفتم که لعنت خدا و غضب ملت باز برکتی که جنگ شهروندی را خاطرتان میکند. این بند سازشنامه هست. این سند همدیگر بخشی است. اگر ما حاضر بشینیم در جلسات و در صحبت‌ها یکدیگر را گناهکار کنیم که ما فراموش نکردیم فلانی فراموش نکرده است. هر یک شهروند کردستان داغ دارد. داغ در دلش است. یکی فرزندش، یکی پدرش، یکی گرسنگی کشید، یکی مهاجرت کرد، یکی افغانستان رفت، یکی از چیری دشمنان ملت کشته شد، خارجی‌ها کشته شد. اگر شما با همین منطق روید در هر کجای گپ زنید باور کنید یک بدخشانی یک قراتگیری یک صبری اگر بشیند قصه کند اشکال چپ میریزد. فکر نکنید که حقیقت تنها در شما هست. حقیقت در همه است. ولی من خدا را شکر میگم که مردم کلاب اینا هستند. شما با تنهایی از این کلاب نمیتونید گپ زدن. مردم کلاب اینجا بسیار است. من حق ندارم از این مردم فیض‌آباد یا قراتگین یا بدخشان گپ زنم. اینجا بسیاری است که دیگر فکر دارم. خواهش میکنم در آینده وقتی گپ میزنید این خیلی مسئله گذاریه که ما را از صلح و وحدت کنار میبرد. باز همون خاطرها را پیش نظر میارد کنار بگیریم. چون که با این گونه سوالها را در همین روزهای انتخابات علاقه من شنیده شدن بعضیها مخصوص میدهند. شما با همون کسی که خواهش کرد یا سفارش داد برید گزارش داشتید که من گفتم من این سوال دادم از خبیری کردم این حتما نشنوم. چون که عیناً همین گونه سوالها را درست من در دیگر جام شنیدم حتما باوری دارم که باز میشنوم. ولی من مراجعتم به شما نیست. به همون کسانی هست که این گونه مسائل رو مدیریت میکنن. من خواهش میکنم در کدام کابینت اشتگی حالا این حرفای من رو میشنوید زکشا رو میبرم. بس کنید دیگر ملت در مقابل یکدیگر گذاشتن. بس کنید خاطرهای جنگ قصه کردن. ما اکنون چقدر زحمت کشیدیم. پرزیدنت شب و روز میگیم استاد خدا رحمت کند استاد نوری جان و حیات بخشیدن در همین راه. ملت هم این کار کرد. امروز در یک جلسه میخیزیم بعد از همه این صلح و ثبات میگن من حقیقت را گفته شدم ما فراموش نمیکنیم. اگر هر یک شهروند اسلامی اون روزا را فراموش نکند
پس معلوم میشود که ما یکدیگر رو نبخشیدیم. این سند و این سازشنامه پس عملی نمیشود. ولی ما نهضت اسلامی تاجیکستان میگه که همه رو بخشیدیم. حتی کسانی که با تانک و توپ و با سمالیات خانه ها را بمباران کردن ما اونا رو هم بخشیدیم. همه بخشیده شد. اگر کسی ما رو نبخشیده باشد خداوند ما رو ببخشد کافی است. اگر کسی نبخشیده باشد. اما یک سوال داده درباره صورت عکس رحمتی استاد که از روی اسلام درست است یا نه. ما همه مسلمان هستیم. همینجا نشستگی و اکثریت مسلمانیم. اگر که عکس از نگاه اسلام درست نباشد عکس هیچ کس درست نیست. مثلا ما اگر عکس نمیدونم پرزیدنت هست، عکس پرزیدنت هست، همین غیر اسلامی است، یعنی پرزیدنت یک کار غیر اسلامی کرد. من باور ندارم که پرزیدنت کار غیر اسلامی کرده باشد. این سوال شما علیه پرزیدنت را حکومت شهر فلان را در حالت ناگوار می‌داند. شریعت این مسئله را حل کرده است. بیشتر این مسئله را مفتی بیاد از من سوال بیاد که محترم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، من همچون مفتی گفته شدم که گرفتن عکس، آویزان کردن عکس جایز نیست. ولی یک معلم مکتب میانه میخواد درباره دین همچون مفتی گپ میزند. میگویند که دیندارها ملاها خرافات پرستند. باور که ملاهای ما خیلی پیشرفتند. این مسئله های خرافاتی را دیگه نمیبردارند. مفتی هم خطیب هم. بیشترین خرافات پرستای ما بعضی زیاییانی هستند که زیایی نما هستند به نام اینتلیجنت. یا که به نام اینتلیجنت هست ولی اصلا اگر فکر کنید یک خرافاتی است. یک سوالایی میگه که دیگر این دین حل کرده است، قانون حل کرده است. مهم که یک بهانه یا به شما یک مسئله را بردارید. و اگر که همین صورت رحمتی استاد نمیبود در اینجا حتما شما بهانه دیگر میفته. مثلا در اینجا توقی شکل موندگی است. بیاید بحث کنیم این سوال‌ها رو باور کنید هم وقتی مردم میگیریم هم مردم دیگه چقدر واکنش نشون داد. در این تالار نشستگی ممکن 50% زیادش طرفدار حزب ما نیستند ولی اینا طرفدار صلح و ثباتند. یعنی اینجا نشستگی ممکن 10% 20% اعضای حزب ما طرفدارند. 80-90% مردم عادی کلاب است. دیدید مردم چه قبول کرد. بیاید خودمون رو در مقابل مردم نگذاریم، در مقابل ملت نگذاریم. انشاءالله اگر بعد از همین عبرت شده باشد دیگر سوال‌ها و جواب‌ها رو در آینده در روحیه صلح و صلاح گپ زنیم همش خوب میشود. کشور ما هیچ گاه انشاءالله اون روزهای بعد رو نخواهد دید. مهمان من از 4 سال پیش رهبر و میراثدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. حزبی که در کارنامه خود هم جنگی داخلی دارد و هم صلحی که زمانی امید میرفت الگویی برای دیگر کشورهای منطقه باشد. عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان است و از منتقدان دولت. دین و دولت را دو عنصری می‌بیند که باید همکار باشند و در مرکز فعالیتشان انسان و کرامت انسانی باشد. آیا این دو در فضای امروز سیاسی کشورش دست یافتنی است یا به